ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان ارجمند. در موج برنامه خوانش بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار نهم از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلق تاجیکستان اورون کوهساد هایجا. در شهر بخارا با دعوت 4 ستون دولت مشعل‌ها افروخته بود و دف و دایره می زدند که وبا را ترسانند، ولی امیر با گمان آن که غلبه او را جشن می گیرند صلابت نشان داد و با کر و فر به ارک رفت و کنسول روس این واقعه را خبر داد به گنرال گوبرناتور و او گفت که خدایا، با همین عقل و تمیزشان باز دعوای دولتداری می کنند و تلخ خندید. دوای آسان وبا را همین ها یافتند و از پتربورگ دکتران را دعوت کرد و فرستانید به مضافات های وبا زده. عبدالملک با 100 نفر سرباز اندرون ریگزار عظیم سرسان و سرگردان می گشت و راهی نمی یافت که به آباده براید. به کدام طرف رود، خواه جانب مرو خواه سوی خیوه، به تیر و شمشیر اسکران دوچار می آمد و هر دفعه که شکست خورد پناه بر ریگزاری گویا بی حدود می برد و تا جایی که چشم می رسید ریگ بود و ریگ بود که خال خال بوته های سکسول داشت و پا تا بجولت بر ریگ می غوطید و خامه های ریگ قریب هر شب می کوچید، جایش را عوض می کرد و جانب‌های محل را شناختن به مشکل تبدیل یافت و درونتر و درونتر این حوزه خشک درشت می رفت و از جانداران فقط غنده، کالتکالوس و سوسمار می خزیدند و می کشتند و سربازان بیمدار از پای بیهفتند، برگشته خسته نمی توانستند. غنده و کالتکالوس از دیدن آدم می هراسیدند و به کام ریگ فرو می رفتند، ولی سوسمار از شخصان بیحال افتاده چشمان گرسنه‌اش را بر نمی داشت و تاریکی فرامد و یک مش آدم و اسب در شکسته ناوشکل قرار گرفتند و پاره نان قاق به آب دهان تر نموده خوردند و عبدالملک روزی مراد را دورتر از دیگران برد و کاغذی 4 قطعه از بغل کیسه برآورد. این خط به پدرم می رسانی. و سری صبح روزی مراد به راه برآمد. آفتاب را نشانه گرفت و 1.5 روز پس مجرای رود آمو را یافت و گاه گاه به اول و خانه کنار ده خوابیده نان و آب خورده در روز 5 به شهر بخارا رسید و روز 6 دست و رو شسته تغییر لباس کرده به صد شک و شبهه به سلام امیر رفت. درد وهمک امیر خروج کرده بود. از وهم خواب براحت نداشت و برای اندرمانی و گریز از هراس در خزینه خانه می گشت و همراه خزینه دار از خانه به خانه می گذشت. درون اندرون و هر خانه یک انبار و هر انبار مخصوص با چیزی انبار جامه که جامه های رنگارنگ مناسب قیمتش ته به ته عرق زدند. انبار شاهی، انبار ادرس، انبار لطوار فرنگی،
انبار سله و میانبند، انبار کلوش و محسی، انبار شیره‌باری و در پیشگاه انبار نقدینکی. تنگه های طلا و نقره را به سناچ ها پر کرده، دهانش را دوخته روی تخته های غوث بالای هم تا به شیفت خشت برین چیندند و کلید این انبار را امیر در نیفه ایزارش بسته می گردد. تا نماز پیشین کار امیر همین شد که انبارها را تماشا کرد و روزی مراد در ایوان سلامخانه منتظر نشست و امیر به خلوت رفته نماز پیشین را مختصر خواند و سپس به روزی مراد بار داد و امیر تنها در بالین‌های مخمل کج پهلو می نشست و چهره گرفته زهیر داشت و سرش را از مراقبه نبرداشت، فقط از زیر ابرو نگاهی تیزی افکند و تند پرسید: چه عرضی بی تأخیر داری؟ و روزی مراد با تعظیم کاغذی بغلش را برآورده با دو دست ادب به امیر دراز کرد. مرا نوری چشمتان توره عبدالملک فرستانیدند. و امیر هیچ مراقی نداشت، گویا چیزی نپرسید، خاموش ایستاد و روزی مراد دید که دستی که نامه را گرفت مداری ندارد و امیر کاغذ را روی زانویش گذاشت و با دست راست سری سینه‌اش را خیلی مالش داد و رنگش پرید. دل و بیدلان کاغذ را گشاد، خطش را بی آواز خواند و کاغذ را باز چارقد کرده به کیسه بغلش ماند و به هیچ حسیات گفت: تو نوکری عزیز او بوده ای. و توقف کرد و وقت از گردش باز ماند و روزی مراد گویا آدم زنده نی بلکه صورت دیواری بود و امیر لب گشاد: وی به ما خیانت کرد، تو باید بمیری. و امیر از جایش خیست، روبروی روزی مراد ایستاد. تو را هر وقت کشتن ممکن، الحال در همین جا باش، آن طرفش را میبینیم. وی کف گفت. حاجب آمد. امیر با نوک دستش نشان داد: این الحال به اختیار تو باشد. و حاجب روزی مراد را به حجره برد که در شفت آشخانه بود و تاکید کرد: به رخصت من به جای نرو و با کسی صحبت نکن و در را قلف نکرد. و روزی مراد نه محبوس بود و نه آزاد و روز و شبش در انتظاری می گذشت و 3 وقت طعامش می دادند ولی راحتی نداشت و وقت به غایت آهسته می جنبید، با علم، با دلگیری، مایوسانه. و خدمتگاران آشخانه این مرد بیکار و تیارخور را بد دیدند و با کراهت به او می نگریستند که برایش سخت گران می آمد و خود را درون حجره می گرفت و روی کرپچه نیم داشت دراز می افتید و اندیشش گشته و برگشته سر یک جمله می آمد: کاری با ارزش کرده نتوانستیم. و در روز 17 حاجب او را نزد امیر برد و از درون کرد و خودش برگشت و روزی مراد بر روی امیر نگاه کرد تا از وجاهتش رموز گیرد که عاقبت کارش چیست و رموز گرفته نتوانست. از رنگ سخت کاهیده و پوست سرخ پرموچ که تراوت ندارد فکر و خیال را پای بردن هیچ امکان نداشت و او امر داد: شین. و روزی مراد در کفشپرتا دو زانو نشست و امیر گفت که به گپی زن گوش کردن به شمال گوش کردن است. من به گپی زن در آمده عبدالملک را حاکم تعیین کردم، به گپی زن در آمده به جنگ رفتم و دم گرفت. نفسش نامرتب شد و بیمدارانه 3-4 بار سلفید و دست برده از زیر بالین کاغذی برآورد. خوجینی تو عبدالملک ناخلف برآمد. نامه به او نوشتم: غیر از من و تو دیگر یگان جاندار نداند. کاغذ را سوی روزی مراد دراز کرد و ناگهان کاغذ از دستش به زمین افتید و خودش هم به کتف افتید. روزی مراد سخت ترسید، لحظه بیاد ماند و بی خودانه از جایش برخیست و بیهوشانه به دالان برآمد و گونگ و گرنگ کلویده قدم پرتافت
و در همین لحظه کسی از آرنجش داشت و او دست آدم را حس کرد. به عقب برگشت و امیر را دید. همان افت و اندام، همان ریش و بروت سرخچه و همان چشم و بینی و همان نگاهی تیز از پشت ابروها. زنده شده است، خسته است و از ترس فریاد کشید و آن دست دهانش را محکم داشت و کشاله کرده به خانه خالی درآورد و در پهلویش شیناند، ولی دستش را سر نداد. نترس، هرچی شد به من گوی، راستش را گو، دروغ نگو. و روزیمراد راست گپ را گفت و اندکی به خود آمد و شناخت که این آدم امیر نه، بلکه تقای او آستانه قل پروانچی بوده است. آستانه قل به وی آب داد و از دستش گرفته به خانه خاص امیر برد. امیر جان نداشت و پروانچی تعجب نکرد، دست و پا هم نخورد. آرام و چالاک میت را برداشت و در بسترش خوابانید و به روزیمراد امر داد: در همین جا شین، از جایت نجنب و به بیرون نبرو. و 4 روزی رسا روزیمراد از خانه نبرآمده مردبانی کرد و آستانه قل خودش به او طعام می آورد و خودش ظرفهای خالی را می برد و به خانه درآید، در را از درون و بیرون براید، در را از بیرون قفل می کرد. و در این مدت آستانه قل به توره ولیعهد که در کرمینه می ایستاد رسول خاص فرستانید و او را پنهانی به بخارا آورد. و همین این کارها را که سامان داد، در روز 5 هم فوت امیر و هم جلوس ولیعهد را اعلان کرد. و همان روز آستانه قل پروانچی به خانه در آمد و بار اول در را نپوشید و به روزیمراد گفت: بیرو، 4 طرفت قبله. و روزیمراد از در بیرون برآمد و در روی حولی سربازان خاص او را دستگیر کردند و بردند به صحن ارک، به میدان مشق سرباز، به تگی دار و برآوردند بالای کنده و می فراوردند حلقه را که جارچی جار کشید. در روز مبارک جلوس امیر در قلمرو امارت بخارا آدم کشی حرام است. و حلقه دار را به گردن روزیمراد نه انداختند و او با موی سیاه به ارک بخارا در آمده، از آنجا با موی سفید بیرون آمد و در خانه 10 روز از خواب سیر نشد و تحت دلش دویم سیاه بود، گویا گناه عظیم باری دوشش باشد و او کفاره آن را داده نمی تواند. و خویشاوندان قربانی کردند، 1 گاو کشته گوشت و پوستش را به پیرانی برجا مانده و بیوه و بیچاره دادند و همسرش بخشی آورد، الست کرد و دودی 1000 اسپند برآورد. و سمرقند به بخارا خبر عدالت ماموران روس می رسید که کسی را بی تفتیش جزا نمی دهند، عرض بیوه و بیچاره را می پرسند، رشوه‌خوری را منع کردند، غلام فروشی را برهم دادند و خلق عرضی داشته باشد پیش قاضی نمی رود، به ماموران روس مراجعت می کند و در بین مردم مثل شده است که عروس آمد درست آمد. و روزیمراد به زیارت استادش دوست مراد رفت. دوست مراد سری خان تخته نشسته چیزی می نوشت و زبان روزیمراد خارید. حالا هم می نویسید؟ می نویسم. صرف بیهوده وقت. با کدام درد دوا می شود این نوشته ها؟ با درد جهالت. کاشکی من دیگر طاقت در بخارا زیستن ندارم. فاتحه دهید، می روم. با کجا؟ به سمرقند. و دلمراد دفتر را درون غله‌دان میز گذاشت. این دفتری بود کهنه، دست خورده و رنگ باخته که پدرش بسیار احتیاط می کرد و جلد دوخته بود از ادرس و دایم در صندوق نگاه می داشت و از نشستن زیاد رگ و پای بدنش قالب گرفته شخ شده بود و بیرون برآمد و لب نهر قدم زد که بند بغمهایش گشاده شود و آب نهر می سوخت.
تلاش سلطنت. این سحر یگانه نشانه گویای زندگی در دهه حیات نو غراس ماشین دلمراد بود. دیگر صدای بلندی به گوش نمی رسید. نه آواز بریگادیر کلخوس که نام یگان کس را گرفته جیغ می زد و کاری می فرمود، نه ترتر و پیت پیت تلیشکه که از جای به جای بار می برد، نه صدای تیر و بیتیر که یک هفته باز از دوری ها به دلها وهم می انداخت. دلمراد ماشینش را درگیران که جای کارش برود. و سابقه کاری قریب 40 ساله دارد و همیشه تهلکه کار همراهش می گردد. اگر ساعتی دیر ماند به نظرش نظام جهان ویران می شود. 3 روز باز راه بند. 3 روز باز بینا به اخبار رادیو در شهر قرغان تپه جنگ و 3 روز باز وی به کار نرفته است و در این 3 روز در اداره چی ها شده باشد. عادتاً وی از دیه با راه کلخازی به شهر می رفت. تنگ و کج و کلیب و پست و بلند و ناآباد ولی نزدیکتر است. اما امروز در سر نهر به شاهراه برآمد تا ببیند که اینقدر بنزین از کجاست که تمام شوی ندارد. و در نزد پل شاهراه 2 سیسترن واگن را دید. بنزین از همین سیسترن ها زهیده به آب می فرامد. تیر رسیده است و یا ضرب خورده درز آورده است. از وокزال راه آهن آوردند. چخیل آورده باشند به این بیروها؟ لعنتی ها. و آوردید. بعد نگاه بی نمی کنید. تا شهر 3.5 کیلومتر راه باقی مانده بود که 2 نورس در میانها تسمه و تیردان و کمانی کلاشنیکوف سری دست پیش راهش را گرفتند. دلمراد ماشین را نگاه داشت. یکی آنها به ماشین نزدیک آمد. فرا ماشین را مونو خودت برو. برای چی؟ برای اون که به ما در کار. دلمراد قهرش را به زور نگاه داشت. بی تربیه، بی ایبا، تو میگوید، بی شرمانه فرمان میدهد. نورس دید که دلمراد نمی جنبد، افطمد را راست کرد. جانت گیرو کچ کن. باز از همان هم نمونی. از پشت سلاحش میپرد. بی دریغ میپراند. خون گرفته. با اینها توی من کرده نمی شود. و دلمراد ماشین را موند و خودش رفت تا به شهر پیاده رفت. راه کلان که همیشه پوری ماشین های آدمکش و بارکش بود از طرف 5 و طرف دوشنبه دومی به دوم می گذشت. الحال خالی است. در طول راه تا به شهر رسیدن فقط 2 ماشین دید. یک سمسول از راه دهه برآمد و یک ولگای آینه هایش سیاه با 60 سرعت به شهر در آمد. شهر قرغان تپه نمودی کثافت زده داشت. کوچه ها نیم مرده، مگزین و آشخانه ها در بسته، اتوبوس و تاکسی نیست. مردم خال خال به نظر می رسند که شتاب دارند و هراسان و پریشان هستند. و امارت سود ولایت که جای کار اوست از پیشتاقش تیر خورده است و تیریزه ها شکسته است و دروازه یک لبه و مجق. و دلمراد به امارت ندر آمد. از راهش برگشت. صدای تیر و تفنگی نبود، ولی از بازار خالی، از اسفالت کوچه ها، از جایهای چیرکین و از سیمهای آویزان سیمچوب ها بوی جنگ و آثار جنگ به دماغ و به چشم می رسید. دلمراد برای کوتاه کردن راه از درون 2 دهه و 3 جوی کلان و 7 جوی خرد و 4 پلی وسیع پخته میان بر گذشته به حیات نو به حولیش آمد. تبی خیره و چهره تیره داشت. همسرش از پیاده برگشتن او حیران ماند و با سوال به چشم او نگاه کرد، ولی جوابی نگرفت. و بی دماغ بود و حوصله گپزنی نداشت. دلمراد به بالاخانه برآمد و هر 2 طبق تیریزه را کلان کشاد و سر میز نشست و لحظه سکوت کرد و سپس غلدان میز را
پیش کشید که در آن دفترهای کهنه روی هم چیدگی بود. یک وقتایی که وی به غلبه کمونیسم هیچ شک و شبهه نداشت و خود را سرباز صادق آن می‌دانست و همه گونه چیزهای کهنه را پسند نمی کرد، در مورد این دفترها را در دست پدرش دید و نفاریدش. درونید و پرتوید. همین ورقهای پوسیده با کی در کار؟ جلد دوخته و احتیاط کرده می گردید. پدرش با دل دست جلد دفتر را مالش داد، گویا گرد و غبارش را پاک کرد. تسکین می دهد. بسیار زیق شوم، همین دفترها را ورق می زنم، مقایسه می کنم دیروز و امروز را. و دلمراد دفتر دوم را گرفت و بالای میز گذاشت و ورق گرداند. سرحد دولت ها دیگر شد. روزگار مردم هم تغییر یافت. خانگری قوقند از بین رفت و در خریطه آسیای وسط با زور سلاح و سپاه و سیاست و کثافت پادشاه روس کشور ساختند با نام ترکستان. و در این کشور که از کوههای اورال تا کوههای پامیر و از بحر خزر تا به ایسیقکل را فرا می گرفت، ترتیبات نو و فهمش‌های نو آوردند. حتی امیر امارت بخارا را هم نو کردند. امارت بخارا بعد از دست دادن ولایت سمرقند نیمتنه شده بود و همین نیمتن هم به ایما و اشاره روسیه نگاه میکرد، ولی برای زیبش یکتا امیر شنانده ماندند. ظاهراً امیر نو امارت کهنه بخارا را به میراث گرفت. همین خیل یک عنعنه و عقیده غلام روحی از کدام یک دوره‌های بی‌عقلی آدمیزاد باقی مانده است که دولتداری میراثی است و اگر به تحت شاهی کسی بنشیند که پدرش شاه نباشد، آن منصب به وی حرام است. در روسیه هم اول چنین بود و امیر بخارا پسرانش را با نوبت به پترزبورگ به پایتخت روس‌ها فرستاده بود که امپراتور اعظم ببینند و دستگیر باشند و دستگاه امپراتور اعظم از دو پسر یکیش را پسندیدند و برای خط حربیان خاص داخل کردند و عنوان حربی دادند و بعد فوت پدرش به قول خودشان با خواهش مردم و روادید اعیان و اشراف بخارا او را برداشتند و به تخت بنشانیدند و زرگران طاق زرگران 1.5 ماه بین خود و برای مزاجان در هنگامی که سخن از به یا بدتر شدن کارهای ملک رود می گفتند و می خندیدند. کار رفت و کور آمد و این امیر نو همان کارهای را می کرد که پدر و بابایانش کرده بودند. آنها هم در روز جلوس به مردم وعده آبادی و آسودگی داده بودند. اینش هم وعده داد که ملک را آباد و خلق را آسوده می کند و من بعد به خودسری ها و ستمگری ها و بی‌عدالتی ها راه نمی دهد و همه کارها وفق شرع شریف خواهد بود و هر کسی قدیموی کج رود سزا خواهد دید. و خاص و عام به پدر و باباهاش باور کردند و فریب خوردند. آنها رحمتی ها باشند یا لعنتی ها، مردند و رفتند، ولی وفق شرع شریف کار کردن را یاد نگرفتند که یاد نگرفتند. تجربه تلخ حیاتی بود. با وجود آن به وعده های اینش هم باور کردند و روز و هفته و ماه و سال خاص و عام امیدوار بودند و انتظاری میکشیدند که کارها وفق شرع شریف خواهد شد. کسی به کسی جبر نمی کند، کسی کسی را
فریب دادن نمی تواند و از گهواره تا به گور آدمان دانش می آموختند و رسمی تارتوق گرفتن و عادت رشوه خوردن و حق را ناحق برآوردن بیکار می شود و نهایت امیر و وزیر می فهمند و به دستور می گیرند که پادشاه در خدمت خلق باشد، نانش حلال است و اگر در خدمت خلق نباشد مرده خوری است که مردنش بهتر از زیستنش است. شما گفتار نهم را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا شنیدید. کارگردان نگینه ابراهیم، صدابردار منظوره یوسف، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.